اوکی. سلام سلام به همگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. مهسا جونم اومدن. سلام، حال شما یس. چطوره؟ سلام، مرسی. شما مرسی، ممنون. چطوری؟ خسته ببخشید من یه ذره نباشین. با تاخیر اومدم تو. من توی ماشین هستم، باید یه جایی می بودم ولی ساعت رو تنظیم کردم یه جوری که توی ماشین باشم بتونم بیام لایو رو با هم دیگه ببینیم. اوکی. نه نگران نباش، منم یکی دو بار اومدم، آره، تصویرم منم سیاه سعی بود، میکردم نمیدونم کانکت چرا بشم و من میگفتش که اومدم. نمیتونی کانکت بشی، شاید به خاطر همین بوده. آره اومدم بیرون، دوباره اومدم خیلی هم که شما عالی. اومدین. مرسی از عزیزانی هم که دارن جوین میکنن. سلام مولو جان. بله. خب من و مهسا جون همونجوری که قبلا کسایی که ما رو دیدن، ما راجع به کتاب اسرار ذهن ثروتمند داریم صحبت میکنیم. اونایی که تا حالا ندیدن که بگیم که راجع به این کتاب داریم حرف میزنیم. امروز راجع به فصل دوم میخوایم حرف بزنیم که توی فصل دوم راجع به برنامه‌های ذهنی که شرطی شدن صحبت میکنه. برنامه‌های ذهنی که از قبل، حالا بچگی، نوجوانی و حتی 1 ماه پیش تو ذهن ما هک شده و اونا باعث میشن که اون نتایجی رو که میخوایم تو زندگیمون دقیقا. داشته باشیم رو به دست نیاریم. یعنی در حقیقت یه مانعی هستند که نمیذارن بدون اینکه خودمون متوجه بشیم، بدون اینکه خودمون بدونیم. و این کتاب راجع به این موضوع صحبت میکنه و میگه که اون افکاری که تو ذهن ماست احساسای ما رو نشون میده. اون احساسات باعث میشه که دست به عمل بشیم و اون کاری رو که انجام میدیم، عمل میکنیم، دقیقا. باعث میشه که نتیجه بگیریم. پس نتیجه میگیریم که هر چیزی رو که بیرون از خودمون میبینیم از افکاریه که تو ذهنمون داریم. پس اولین چیزی که باید حل بشه، باید به قول معروف مسئلهش حل بشه، افکاره. حالا این افکار چند مورد گفته که چجوری میتونیم پیداش کنیم. یه سری افکار هست که از قبل هک شده و باید ببینیم که اصلا چی هست، اون افکار چی هست، اون آگاهی که تو ذهن ما مونده اون اصلا چی هست، اونو تغییرش بدیم. یه سری مسائل رو میشه تغییر داد، یعنی از خودمون نیست، از گذشته است، تو ذهن مونده. اونا رو میتونیم وقتی پیداش کردیم میتونیم تغییرش بدیم. اگه پیدا کنیم که چقدر خوب، خیلی عالیه و یه راهی پیدا میکنیم که بالاخره حالا با تکرار جملات مثبت، با موندن توی افکار مثبت، با انجام یک کاری که اون حس مثبت در وجودمون بمونه و نتایجی رو که میخوایم داشته باشیم. و یکی گفته که این تغییرات، این فکری که تو این افکاری که توی مغزمون هست، توی فکرمون هست که هک شده، ببینیم مثلا از کجا هست، چه زمانی شنیدیم، از کی شنیدیم، آیا کسی رو الگو قرار دادیم یا اینکه همینجوری ناخودآگاه شنیدیم و اون رو، خب یه چیزی که چندین بار شنیده بشه ناخودآگاه یه جوری بدونی که بهش فکرم کنی یه جوری بهش باورت میشه. یعنی مثلا من یادمه همیشه یه آقایی بود، خیلی خیلی بچه بودم ولی خیلی جالبه که اصلا از ذهنم هیچ وقت نرفت و این کتاب رو وقتی شروع کردم بخوندم اون جمله دوباره اومد تو ذهنم.
وقتی خانوادهش بهش میگفتم مثلا پول میخوایم بریم خرید کاری انجام بدیم، میگفت که شما نمیدونید من آخر ماه سفته دارم، چک دارم، من پول از کجا بیارم. این جمله همیشه تو ذهن من بود بدون اینکه من بهش توجه کنم. وقتی که این کتاب رو شروع کردم به خوندن گفتم که خب اینم میتونه مانع من باشه که من دارم به این موضوع فکر میکنم نکنه خرج نکنم، این پول رو نگه دارم، ممکنه آخر ما نتونم مثلا مورگج رو بدم، مثلا آخر ما نتونم نمیدونم پول برقمو بدم. حالا هر کسی به اندازه که خرجا و هزینه‌ای که داره فکرش میره روی اونا. و این کتابو که خوندم گفتم خب حرفاییه که من بدون اینکه بهش فکر کنم، بدون اینکه اصلا مربوط به من باشه، اصلا پدر من نبود، دایی من نبود، فامیل من نبود، ولی خب من چندین بار اینو اتفاقی شنیده بودم و این رو من اثر گذاشته بود و باعث شده بود که یه مانع بشه من توی خرج کردن هم یه جورایی بترسم. یعنی یکی از اون موانع هست، نه اینکه حالا فقط اون باشه. بعد میگه که وقتی که پیداش کردین میتونید رهاش کنید، یعنی از فکر و مغزتون بیرونش کنید که اون آزادی رو به اون فکرتون بدید، چیز جدید بیاد، افکار جدید بیاد، افکار مثبت بیاد و اون افکار مثبتی که به دردتون میخوره استفادهش کنید. اون افکار منفی که تو ذهنتونه حالا از هر کجا که اومده ولش کنید، بذار بره، اصلا بهش فکر نکنید، رهاش کنید، بذار بره، کاری بهش نداشته باشید. امیدوارم بتونید. آره. یه دونه آخریشم گفته تغییر برنامه‌ریزی مجدد، که گفته تو فصل دوم توضیح میده، فصل دوم این کتاب توضیح میده که وقتی بهش رسیدیم راجبش توضیح میدیم. من این رو از کل مجموعه فصل دوم اینو برداشت کردم که هر چیزی از گذشته، حتی دیروز، حتی 1 ساعت پیش، یه فکری تو ذهن ما اومده و اون رو حالا بهش فکر کردیم یا تکرار کردیم یا بدون اینکه بهش فکر کنیم تکرار شده و شنیده شده و مونده، اون تبدیل میشه به تمام چیزایی که دیده میشه. دقیقاً همینجوره. مرسی حبیب جون. واقعا منم کلی که گرفتم ازش همین بودش و واقعا یه چیزی که برای من خیلی مهم بوده تو این کتاب و دارم روش تمرین میکنم، میگم همه اینا واقعا تمرین میخواد، یه شبه اتفاق نمیفته، باید همش تمرینش بکنیم و باید خودمون مچ خودمون رو بگیریم وقتی که داریم در مورد افکاری که تو ذهنمون سالیان سال نقش بسته، بدونه که به قول شما حتی برامون کارایی مثبتی هم داشته باشه، داریم همینجوری باهاش پیش میریم و باهاش داریم ادامه میدیم، بتونیم مچ خودمون رو بگیریم و عوضش کنیم اگه واقعا بخوایم. چیزی که برای من تو این کتاب از همه مهمتر بود همین که آگاهی داشته باشه آدم. آگاهی خیلی مهمه. ما بعضی وقتا با این افکار پیش میریم ولی اصلا نمیشینیم ببینیم که آیا این افکار درستیه، آیا داره توی زندگی به نفع ما کار میکنه یا اینکه ما رو باز داشته از یه پیشرفتی. اگر ما رو باز داشته از پیشرفت یعنی اینکه باید تغییر ایجاد بشه. اگه باعث پیشرفتمون داره میشه و شده توی زندگیمون، خب همین روش رو ادامه بدیم. و این آگاهی خیلی مهمه که آدم داشته باشه. اول آگاهی داشتن، بعدش هم این که آدم گفته تمرینی که داده، اگه اجازه بدین این قسمت رو من بگم که تمرینی که داده گفته برای اینکه آگاهی رو در واقع ایجاد کنید بشینید بنویسید. حالا این کتاب در مورد ثروتمند شدنه و در مورد پولدار شدنه. میگه بشینید بنویسید که در مورد پول و افراد ثروتمند و اینکه مثلا کسی پولدار ثروتمنده در طول زندگیتون به خصوص دوران جوونیتون چه چیزایی شنیدید. که خب میگم و گفته که فرهنگم خیلی مهمه. جالبه که تو این کتاب اشاره میکنه که فرهنگ خیلی مهمه، که توی یه سری از فرهنگ‌ها یه جور خاصی در مورد ثروت و پول صحبت میشه و فرهنگ ما واقعا فکر کنم همه موافقن که خیلی، حالا شاید هم فرهنگ نبوده، شاید بشه گفتش که توی جامعه ما اینجوری جا افتاد که مثلا کسی که ثروتمنده، همونجوری دفعه پیش گفتیم، کسی که ثروتمنده حرفای تکراری که همیشه تکرار شده، آدمایی که ثروتمندن آدمای حریصی هستن، یا اینکه قانع باید باشی به چیزی که داری، بیشتر نخواه که اگه بیشتر بخوای
همین که داری ازت گرفته میشه. این چیزی بوده که خب من خودم احساس میکنم خیلی تو جامعه شنیدم و روی خود من خیلی اثر گذاشت این مسائل. و میگه بشین اینا رو بنویس. بعد میگه بشین فکر کن که این افکار چجوری روی زندگیت و برنامه مالیت اثر گذاشته. یعنی الان تو اینجایی که هستی از نظر مالی تمامش به خاطر اون برنامه ریزی که توی ذهنت شده و اون برنامه ریزی به خاطر اتفاقا و حرفایی بوده که توی زندگی شنیدی. و میگه وقتی که اینا رو فهمیدی، اول آگاهی، بعد بفهمی که چه اثراتی تو زندگیت گذاشته و بعدم هم که شما گفتین رهاش کن. که این قسمت رها کردن واقعا خیلی تمرین و ممارست میخواد که آدم فقط هی باید به خودش بگه خب من تا حالا این چیزایی رو که شنیدم آیا به نفعم کار کرده؟ اگه به نفعم کار نکرده بیا بذارش کنار و جایگزین کن. آدم باید جایگزین داشته باشه و خب جایگزینش که میگه که این تمرینیه که میده که حالا تمرین رو اگه میشه شما حبیب جون شما بگین که تمرینی که آخرش داده چی بوده. در واقع جمله تاکیدی رو بگم میخوایم بذاریم و همه تمرینش کنیم در کل هفته در واقع. آره انشالله. خب جمله تاکیدیش میگه آنچه را که در مورد پول شنیده ایم لزوما درست نیست. می توانیم طرز فکرهای جدیدی را انتخاب کنیم تا در راستای شادی و موفقیت من عمل کند. یعنی همه اونایی که به قول شما تا حالا شنیدیم به دردمون نخورد گاربیج ببخشید. آره اونایی که به درد میخوره تکرارش کنیم، عملش کنیم و با اعتماد به نفس و باور تکرارش کنیم، نه اینکه فقط تکرار بشه. البته من به این نتیجه رسیدم که هر چیز مثبتی اگه بار اول دوم حالا چند بار اول بهش اعتقاد نداشته باشی تکرارش باعث میشه که بهش بیلیف کنی، باورش کنی. یعنی یه انرژی بهت میده که اون انرژیه رو متوجه میشی، بعد میبینی چقدر خوبه همین تکرارش داره به من انرژی میده، خب پس من تکرارش میکنم. پس من پیشنهاد میکنم، من این جمله تأکیدی رو ما توی کامنت میذاریم، همه اونایی که کتاب رو نمیخوان بخونن ولی میخوان این جمله رو تکرار کنن که تکرار کنن، بله که فرجی بشه. واقعا من فکر کنم همین تمرینی که میگی خیلی خیلی موثره که آدم تمرین کنه، حتی به قول شما باور نداره. اینجا یه مثالی دارن، حالا مثالش ممکنه به فارسی آدم ترجمه میکنه خیلی معنی جالبی نمیده ولی این بازم از طرز فکر ماها میادش. میگه fake it to make it. میگه در واقع چیز کن، چی میگن به فارسی؟ میگن فقط تظاهر کن که بلدی، میدونیش، کلک بزن مثلا، یه همچین معنی میده به فارسی آدم تقریبا ترجمهش کنه. و من هیچ وقت بهش اعتقاد نداشتم ولی دیدم واقعا کسایی که نشون میدن که میدونن کم کم میرن دنبالش، هستن باور میکنن که میدونن و میرن دنبالش که کشفش کنن، به قول معروف وارد زندگیشون کنن. و الانم من فکر میکنم همین تمرین باعث میشه که آدم کم کم نتیجهش رو که میبینه هی میخواد این تمرین رو تکرار کنه که به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه. و آخرش هم که مثل دفعه پیش دستمون میذاریم رو سرمون میگیم ما یه ذهن ثروتمند و میلیونر داریم. انشالله همه اول از همه آدم واقعا باید از ذهنی ریچ بشه، پولدار بشه تا بتونه اون پول جذب زندگیش کنه. دقیقاً. انشالله که همه بتونن به اون مرحله برسن. ما هم چون از این کتاب به قول شما انرژی گرفتیم، حالا نمیخوایم بگیم به قول شما میلیونر شدیم حالا شما بیاین میلیونر بشید، انرژی گرفتیم، خواستیم این کتاب رو معرفی کنیم به همه کسایی که در جریان این کتاب نیستن. البته خیلی ها خوندن میدونیم ولی دوباره خوندنش هیچ ضرری نداره، دوباره بهش فکر کردنش هیچ ضرری نداره.
انشالله که مفید بوده باشه برای همه کسایی که با ما همراه آره بودن واقعا یا بعداً. امیدوارم و مرسی از همه عزیزانی که آنلاین اومدن و همه عزیزانی که بعدا هم میبینن. خیلی هم خوشحال شدم حبیب جون. بازم مرسی از صحبت‌های قشنگ شما. مرسی مرسی. قربانت خواهش عزیزم. میکنم، ممنونم از فعلا شما. خداحافظ. خدا وقتتون همگی. بخیر. خدا حافظ شما.